تد باندی قاتل زنجیره‌ای مرموزی بود که هنوز بسیاری از ابعاد شخصیتی اون در حاله‌ای از ابهام باقی مونده. همکنون بیش از 3 دهه پس از مرگ باندی، ذهنیت و طرز فکر اون همچنان از داغ‌ترین و بحث برانگیزترین بحث‌های روانشناسای جناییه. تد باندی خودش رو خونسردترین حرامزاده‌ای که در عمرت دیدی و با اون برخوردی توصیف کرده. جنایات هولناک اون قطعاً گواهی بر درستی این مدعاست. پلیس منطقه شمال غرب پاسیفیک در بهار تابستان 1974 واقعاً به وحشت افتاده بود. زنای جوان از دانشکده‌های واشنگتن و اورگان با سرعت نگران کننده‌ای و بدون اینکه کوچکترین ردپایی از خود به جا بذارن ناپدید می‌شدند. با وجود تلاش‌های پلیس همچنان سرنخ‌های کمی از متهم و آدمربایی پیدا می‌شد. در حالی بود که تنها در عرض 6 ماه 6 زن روبوده شده بودند. وقتی جانیس آن اوت و دنیس مارین اسلون در روز روشن از ساحل شلوغ پارک ایالتی دریاچه سامامیش در ایسکووا ناپدید شدند، وحشت در منطقه به اوج رسید. ولی این آدمربایی‌های جسورانه در روز روشن تونست ماموران پلیس رو به اولین سرنخ‌های واقعی برسونه. در روزی که اوت و نسلون ناپدید شدن، چند زن دیگه به خاطر آوردن که مردی مشکوک رو دیدن که به اونها نزدیک شده بود و قصد داشت اونها رو فریب بده و به داخل اتومبیل خودش بکشونه. شاهدها به پلیس درباره مرد جوان خوشچهره و مؤدبی گفتن که اتومبیلش یه فولکس واگن قورباغه‌ای قهوه‌ای رنگ بود. به گفته شاهدان اون خود رو تد معرفی کرده بود. پس از اینکه پلیس مشخصات آدمربا رو در اختیار عموم مردم قرار داد، 4 نفر با پلیس تماس گرفتن و گفتن شخصی در سیاتل رو با این مشخصات شناسایی کردن. این شخص کسی نبود جز تد باندی. 4 نفری که با پلیس تماس گرفته بودن شامل شریک زندگی سابق باندی، دوست نزدیک او، یکی از همکارانش و یکی از اساتید روانشناسی دانشگاه محل تحصیل باندی بودند. ولی پلیس همچنان سرنخ‌های کمی در اختیار داشت و به همین دلیل نتونست مدرکی علیه تد باندی پیدا کنه و به این ترتیب خیلی زود نام اون از فهرست مظنونان خارج شد. مأموران پلیس بعید میدونستند یک دانشجوی رشته حقوق که هیچ سابقه کیفری در بزرگسالی نداشت با مشخصات قاتل مطابقت داشته باشه. همین نوع قضاوت‌ها در طی دوره طولانی قتل‌های هولناک تد بارها به نفع او تموم شد تا اون به یکی از بدنام‌ترین قاتلان زنجیره‌ای تاریخ تبدیل بشه. این ترتیب تد باندی از بند گسسته در طی دهه 1970 در 7 ایالت مختلف دست کم جان 30 دختر دیگر رو گرفت. برای مدتی اون همه رو فریب داد، از مأموران پلیسی که به اون مشکوک نشدن، زندانبانایی که تونسته بود از پیششون فرار کنه، زنانی که فریبشون داده بود و اونا رو به کام مرگ کشونده بود، همسری که بعد از دستگیری با اون ازدواج کرد ولی همونطور که آخرین وکیل مدافع اون گفته بود تد باندی تجسم عینی قساوت و سنگدلی بود و شاید خود باندی بهتر از هر کسی خودش رو وصف کرده باشه. خونسردترین حرامزاده‌ای که در عمرت به اون برخورد. تد باندی تجسم عینی قساوت و سنگدلی. تد باندی با نام کامل تئودور روبرت باندی در ایالت ورمانت در شمال غرب پاسیفیک متولد شد، جایی که بعداً رعب و وحشت عمیقی در سرتاسر منطقه پراکند.